میدونستین مغز ما پلاستیکیه؟ منظورم اینه که منعطفه، یعنی اگه ما بخوایم میتونیم سطح یادگیری و تمرکزمون رو تا آخر عمر بالا نگه داریم. من از 35 سالگی متوجه شدم که قدرت یادگیری مثل سالهای قبل نیست و مغزم از نظر یادگیری و تمرکز خیلی سطح پایین تری اومده. با یه سرچ ساده توی گوگل متوجه میشین که هرچی سنمون بالاتر میره قدرت یادگیری و تمرکز مغزمون پایین میاد. اما من تصمیم دارم با بالا رفتن سنم سالم تر باشم و همینه که منو جادوگر سلامتی میکنه. این ویدیو ترجمه و مغز صحبت‌های پروفسور هیوبرمن در مورد تمرکزه. یک معرفی کوتاه در مورد پروفسور هیوبرمن اینه که استاد دانشگاه استنفورد، عصب شناسی خونده و در سالهای اخیر تمام تلاشش رو کرده تا علم رو به راحتی در اختیار مردم قرار بده. I'm Andrew Huberman, and I'm a professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. سلام، من مریض هستم، دکترا دارم اما پزشکی نخوندم و در این صفحه سعی دارم که چکیده صحبت‌های دانشمندهای بزرگ رو در زمینه سلامتی برای شما به اشتراک بذارم. تأکید میکنم که من دانش پزشکی ندارم، اما تلاش میکنم که پایبند و وفادار به مطالبی باشم که بهتون ارائه میدم. لینک اصلی تمام ویدیوها در دیسکریپشن گذاشته میشه. توی این ویدیو میخوایم چند تمرین برای افزایش تمرکزمون یاد بگیریم. احتمالاً شما هم با موج و ترند ADHD توی فضاهای سوشال مدیا آشنایید. این روزا هر کس که مشکل تمرکز داره و یا اینکه نمیتونه چیزی رو یاد بگیره به خودش وصله میچسبونه که من ADHD دارم. اگه نامنظمه، اگر دیر به قرارهاش میرسه و یا اینکه نمیتونه کاراشو به خوبی انجام بده، احساس میکنه که ADHD داره. گاهی وقتها ما فقط به خاطری که سنمون بیشتر میشه و یا اینکه قدرت یادگیریمون پایین میاد احساس میکنه که این بیماری رو داریم. در واقع این شکلی نیست و ما فقط لازمه کمی تمرین کنیم تا مغزمون رو در بهترین حالت برای یادگیری قرار بدیم. وقتی میگیم مغزمون پلاستیکی هست یعنی این که منعطفه. تا 30 سال پیش دانشمندا فکر میکردن که مغز ما از سن 25 سالگی به بعد دیگه پلاستیکی نیست و قابلیت انعطاف نداره و اتصالات جدید توش ایجاد نمیشه. پس یادگیری ما به 1 تا 25 سالگی ما فقط ربط داشت. اما الان دانشمندها متوجه شدن که میتونیم این اتصالات رو تا دوران پیریمون هم تکرار کنیم و انعطاف پذیری رو تا آخرین روز زندگیمون داشته باشیم. احتمالاً شما هم دیدید که بچه‌ها به چه راحتی زبان‌های جدید رو یاد میگیرن و یا اینکه با اینکه حواسشون به چیز دیگه‌ای هست ولی میتونن راحت روی حرفی که ما میزنیم تمرکز کنن. دلیلش اینه که مغز از بعد به تولد تا 25 سالگی بدون هیچ تلاشی منعطفه و به صورت اتوماتیک وار در حال یادگیریه. بعد از 25 سالگی احتیاجه که ما با تمرین‌های مختلف ذهنمون رو ورزیده کنیم و سطح یادگیری و تمرکزمون رو بالا نگه داریم. وقتی ما با همچین آدمی روبرو میشیم برداشتمون اینه که تغذیه و رژیم غذایی مناسبی نداره و احتمالاً ورزش هم نمیکنه و از خودش مراقبت نمیکنه. در واقع ذهن هم عین بدن احتیاج داره که ازش مراقبت کنیم و اونو روز به روز ورزیده تر کنیم. در مورد ورزیده کردن و بالا بردن سطح تمرکزمون بهتره که اول از ساختار مغز و عملکردش بدونیم و بعد بریم سراغ تمرین ها. حتما همه ما میدونیم که چشم دریچه مغزه. برای همین وقتی که میخوایم دیگه ورودی به مغز نداشته باشیم میخوابیم و چشممون رو میبندیم. پس اگه میخوایم مغزمون رو متمرکز نگه داریم باید روی ورودی های چشممون کنترل داشته باشیم. اینجاست که میرسیم به حرف همه پدر و مادرها که هرچی میکشیم از این گوشی موبایلیه که توی دستمونه. بله دقیقاً درسته. ابعاد گوشی‌های موبایل به اندازه‌ای هست که نگاه ما رو مخروطی و متمرکز میکنه. همین باعث میشه که ما ساعت‌ها وقتمون رو بی‌دلیل توی گوشی موبایل بگذرونیم. ذهن ما به تصویر و حرکت علاقه بیشتری داره. برای همین کتاب خوندن سخت‌تر از اینه که یه فیلم رو نگاه کنیم. و ما مشتاق‌تریم که فیلم‌ها رو نگاه کنیم تا اینکه یک صفحه کتاب بخونیم. توی ویدیوهای دوپامین گفتیم که ذخایر دوپامین ما محدوده و ما باید اون رو کنترل شده مصرف کنیم. با اسکرول کردن و فیلم دیدن و تمرکز کردن روی عکس و فیلم و رنگ‌هایی که توی صفحه موبایل هست، ما دوپامین موجود در بدنمون رو استفاده می‌کنیم و بعد از چند ساعت متوجه میشیم که هیچ کار معناداری انجام ندادیم و احساس پوچی می‌کنیم.
چون ذهنمون خسته شده و تمام تمرکزمون رو خرج کردیم برای دیدن فیلم هایی که اصلا برنامه‌ریزی براشون نداشتیم. ما که از گوشی های هوشمندمون جدا نمیشیم و روز به روز داریم بهش بیشتر میچسبیم. پس بهتره که راههایی رو یاد بگیریم که بتونیم سطح تمرکزمون رو با حضور همین گوشی‌ها بالاتر نگه داریم. اولین راه حل اینه که کنترل کنیم خودمون رو و برای خودمون تایم های 90 دقیقه‌ای دیپ ورک بذاریم. یعنی توی اون 90 دقیقه سعی کنیم که تمام تمرکزمون رو روی کاری کنیم که میخوایم انجام بدیم. اگر تلفنمون زنگ خورد، نوتیفیکیشن گوشیمون رو شنیدیم یا هر چیز دیگه‌ای بهش بی‌توجه باشیم و کلاً به صفحه مانیتور یا کتاب یا اون کاری که داریم انجام میدیم تمرکز کنیم. این کار اولش سخته، اما به مرور یاد میگیریم که بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. یادمون باشه که ما کلاً 90 دقیقه بیشتر نمیتونیم وقتمون رو بذاریم و تمرکز کنیم که اول و آخر این 90 دقیقه هم تقریباً تمرکز ما سوسو میزنه و خیلی متمرکز نیستیم و خودمون رو راضی کنیم که همین اندازه میتونیم روی یه موضوع تمرکز داشته باشیم. موضوع بعدی که میتونه سطح تمرکز ما رو بالاتر ببره کنترل کردن و رهگیری خوابمونه. یعنی اینکه ببینیم که چه ساعتی میخوابیم، چقدر میخوابیم و چه جوری میخوابیم. آیا کیفیت خواب بالایی داریم یا نه؟ موضوع خواب خیلی موضوع مهمیه و من در اپیزود بعدی در موردش یک ویدیو ساختم که بسیار بسیار مفید میتونه باشه. اگر خوابمون مناسب بود، تغذیه خوبی داشتیم و کمتر از فست فودها و غذاهای چرب استفاده کردیم و در حال تمرین این بودیم که توی 90 دقیقه هایی که برای خودمون تعیین می‌کنیم دیپ ورک کنیم و تمام وقتمون رو و تمرکزمون رو روی کارمون بذاریم، حالا نوبت اینه که از مکمل امگا 3 استفاده کنیم. امگا 3 بهمون کمک میکنه که سطح تمرکزمون بالاتر بره و به یادگیریمون هم کمک میکنه. پس بهتره از همین امروز قرص امگا 3 رو استفاده کنیم. خب حالا میرسیم به اونجایی که چند تا تمرین یاد بگیریم تا تمرکزمون بالا بره. ما یه سری چیزها رو که از قبل میدونستیم با همدیگه مرور کردیم، اما چیزهایی که از اینجا به بعد میخوام بگم رو احتمالاً شما هم نمیدونستیم. تمرین اولمون کاهش صدای ذهنه. برای اینکه بدونیم چجوری میتونیم صدای ذهنمون رو کم کنیم، بهتره که یه تست رو با هم انجام بدیم. تستی که الان با هم انجامش میدیم تست اتنشنال بلینکه که ترجمهش میشه پلک زدنهای با دقت، با توجه. 2 تا تست رو برای اینکه درک بهتری از صدای ذهنمون داشته باشیم انجام میدیم. اولینش پیدا کردن والدو هست. اگه بچه داشته باشین، والدو رو میشناسین که یک شخصیت با پیرن راه و باید بین انبوهی از چیزهای مختلف که والدو توش جاساز شده پیداش کنیم. روند این تست این شکلیه که به ما میگن که دنبال والدو بگرد و ما هرچه زودتر والدو رو پیدا کنیم یعنی توجه بیشتری رو داریم. اما وقتی ما داریم دنبال والدو میگردیم مدام چشممون در حال تمرکز کردن روی بخشای مختلف عکسه و میگردیم تا بالاخره والدو رو پیدا میکنیم. ما داریم میگردیم که والدو رو پیدا کنیم که یک دفعه با والدو مواجه میشیم. ذهن ما به محض اینکه والدو رو میبینه یه جشن کوچیک میگیره و مکس میکنه. حالا قسمت مهم ماجرا اینجاست که دقیقاً کنار والدویی که ما پیدا کردیم یه والدوی دیگه هم هست، اما ذهن ما انقدر متمرکزه بر روی اینکه والدو رو پیدا کنه که 2 تا رو نمیبینه، فقط یه دونش رو میبینه. به این میگن اتنشنال بلینک. ذهن ما به محض اینکه اولین هدف رو پیدا میکنه هدف دوم رو نادیده میگیره و نمیتونه روش تمرکز کنه. تست بعدی تست آر و زی هست، یعنی لابلای یک سری اعداد حرف آر و زی قرار گرفته. افراد به محض اینکه حرف آر رو پیدا میکنن به لحاظ اینکه اتنشنال بلینک اتفاق میفته حرف زی رو نمیتونن پیدا کنن و این هم برمیگرده به مرکز توجه ما. این دلیلش اینه که صداهای ذهنی ما چون زیاد هستن ما نمیتونیم روی 2 تا چیز تمرکز کنیم. اگه میخوایم سطح تمرکز و توجهمون رو بالاتر ببریم و گسترده ترش کنیم بهتره که چند تا تمرین رو انجام بدیم. این تمرینی رو که پروفسور هیوبرمن در موردش توضیح میده دید پانوراماییه. یعنی میگه به جای اینکه دیدتون توی والدو و آر و تست آر و زی به صورت نی نوشابه‌ای هست بیاین و متمرکز هستین، بیاین سعی کنین که عین پرنده ها که دید پانورامایی دارن شما هم دیدتون رو پانورامایی کنین و وقتی که دارین به جلو نگاه میکنین
اینجا رو خوب میبینین. آیا اینجا رو هم میتونین تلاش کنین که بهتر ببینین؟ اگر بدون اینکه سرتون رو تکون بدین بتونین این دستتون رو حرکت بدین و این اطراف رو هم هی سعی کنین بیشتر ببینین، احتمالاً میتونین قدرت تمرکزتون رو بالاتر ببرین. خود پروفسور یوبرمن میگه که این کار رو با تمرین میتونین بهش برسین و دیدتون رو، گستره دیدتون رو وسیع‌تر کنین و نظارت بازتری داشته باشین. اینجوری تمرکز بیشتری رو دارین. برای همین هم هست که حیوان‌ها دو طرف سرشون چشم‌هاشون هست که بتونن نظارت پانورامایی داشته باشن و وقتی شکارشون رو پیدا کردن و طعمه‌شون رو پیدا کردن، نگاهشون رو نی نوشابه‌ای کنن و برن سمتش. این مهمه که ما سعی کنیم توی لحظه هایی که داریم کاری رو انجام میدیم و یا توی یک محیط هستیم بتونیم تمرین کنیم که این گستره پانورامایی تری داشته باشه دیدمون و بیشتر ببینیم. اینجوری درکمون از اطراف و توجه و یادگیریمون بالاست. برای اینکه اتنشنال بلینکمون رو بتونیم کنترل کنیم و بهبود بدیم، یکی از اون کارهایی که خیلی هم بهش تاکید میشه و مقاله های خیلی زیادی من در موردش خوندم، چون قبلش نمیدونستم اصلا این پلک زدن با دقت یعنی چی و بعد رفتم مقاله خوندم در مورد همین اتنشنال بلینک، اینه که شما بیان تمرینات 17 دقیقه‌ای تنفسی انجام بدین و این خیلی به کنترل صداهای ذهنتون کمک میکنه و واقعا صداهای ذهنتون رو خاموش میکنه. پروفسور هیوبرمن میگه که این تمرین همون بار اول جواب میده و خودتون متوجه میشین که آدم متمرکزتری شدین. بهتره که یک جای ساکت بشینین و به ریتم تنفستون یعنی دم و بازدمتون دقت کنین. یه جور مثل مدیتیشنه، اما لازم نیست نفسهای عمیق و دم و بازدمهای عمیقی رو انجام بدین. فقط لازمه که به صدای تنفستون دقت کنین و ذهنتون رو ببرین روی صدای تنفستون. این باعث میشه کل صداهایی که توی ذهنتون هست از بین بره و بعدش سطح تمرکزتون خیلی بالاتر بره. قطعاً میدونین که مدیتیشن واقعاً تمرکز و توجه رو بالا میبره. اگر که تا الان انجامش ندادین، بهتون پیشنهاد میدم که حتی شده یک بار هم انجام بدین و قطعاً نتیجهش رو میگیرین. منابع علمی و تحقیقاتی زیادی در مورد این 17 دقیقه وجود داره که شما میتونین بهش استناد کنین، بخونینش و بعد هم اجراش کنین. پس 2 تا کار رو باید انجام بدیم برای اینکه اتنشنال بلینک هامون رو بهبود بدیم. اولیش اینه که نگاهمون رو سعی کنیم از امروز پانورامایی کنیم که این نگاه پانورامایی یعنی بتونیم چشممون رو بدونی که حرکت بدیم به این ور و این ور روبرو رو نگاه کنیم ولی بازترش کنیم. همین الان اگه انجامش بدین متوجه میشین. دومیش هم اینه که تمرین 17 دقیقه‌ای رو انجام بدیم که صدای ذهنمون رو خاموش میکنه. ما در مورد اتنشنال بلینک صحبت کردیم و ترجمهش رو گذاشتیم که پلک زدن‌های با دقت. اما یه پلک زدن واقعی هم ما داریم که غیر ارادی انجام میشه. همیشه 2 تا چشممون با هم دیگه انجامش میده و اگه چشمامون رو ببندیم و پلک هامون رو ببندیم میشه اون پلک زدنی که به خواب تبدیل میشه و ما میتونیم تمام دریچه‌های مغزمون رو ببندیم تا مغزمون به اون آرامشی که لازم داریم برسه. با بستن چشم هامون و به خواب رفتن بدن ما آماده میشه تا تجزیه و تحلیل هاش رو به صورت دائمی تر و بیشتری انجام بده و بتونه خودش رو به روز رسانی کنه. ما هر بار که پلک میزنیم هم در حال به روز رسانی اطلاعاتی هستیم که داریم از محیط اطرافمون و روزمون به دست میاریم. ما هرچی هوشیارتر باشیم تعداد پلک هایی که به صورت غیر ارادی میزنیم فواصلش بیشتره. یعنی اینکه مغز احتیاج به این نداره که پردازشی انجام بده چون انرژی داره و به خاطر اینکه انرژی داره به راحتی میتونه اطلاعات رو توی خودش نگه داره و لازم نیست که هی چشم رو ببندیم تا اطلاعات پردازش بشه و باز دوباره به روز رسانی بشه و چشم رو باز کنیم. اما وقتی خسته هستیم مدام مجبوریم پلک بزنیم چون با این پلک زدنه میتونیم که اطلاعاتمون رو بروز کنیم و حداقل بتونیم کارمون رو انجام بدیم. پروفسور یوبرمن تشبیه جالبی از پلک زدن داره. میگه وقتی که ما پلک میزنیم انگار که این صحنه و پرده تئاتر پایین میاد و میخواد سکانس جدید شروع بشه و وقتی که پلک رو باز میکنیم انگار این صحنه داره میره کنار و ما با یک سکانس جدیدتری روبرو هستیم. عین کلاکتی هست که توی پشت صحنه ها میزنن تا بتونن برداشت های مختلف رو پیداش کنن. دقیقاً مثل همونه و برای بروز رسانی کردن اطلاعاتیه که ما در اون لحظه داریم.
جالب ترین بخش موضوع اینه که تعداد پلک زدن های ما به سطح دوپامینمون ارتباط داره و این دوپامینه که پلک زدن ما رو کنترل میکنه. یعنی وقتی ما حال خوبی داشته باشیم و انرژی داشته باشیم و دوپامینمون توی سطح خوبی باشه، تعداد پلک زدن هامون، فواصل تعداد پلک زدن هامون زیاده و دیر به دیر پلک میزنیم. اما به محض اینکه دوپامینمون کم میشه، احساس خستگی میکنیم، احساس بی انرژی و بی انگیزگی میکنیم و تندتر پلک میزنیم. وقتی ما حالمون خوبه، یعنی سطح دوپامینمون توی حالت مناسبی قرار داره و خسته نیستیم، تعداد پلک زدن هامون کمتر میشه. هرچی تعداد پلک زدن های ما کمتر میشه، درک ما از زمان هم بیشتر میشه. یعنی ما حضور و هوشیاری بیشتری رو داریم و زمان برای ما کشدارتره. مثل موقعی که بچه هستیم و زمان برامون خیلی دیر به دیر میگذره. وقتی هم که حال خوبی داریم، زمان دیر به دیر میگذره. احتمالاً شنیدین که افرادی که ADHD دارن درک درستی از زمان ندارن و همیشه دیر به قرار میرسن و توی زمان بندی خودشون مشکل دارن. یکی از دلایلش اینه که سطح دوپامینشون در حالت متعادلی وجود نداره و همین باعث میشه درک درستی از زمان نداشته باشن و غیر ارادی همیشه دیر میرسن. زمان براشون مثل افراد سالم نمیگذره. در مورد ADHD پروفسور هیوبرمن خیلی مطالب خوبی رو میگه که باید توی یک اپیزود جداگونه بهش بپردازیم. اما یه جاهایی با بی‌توجهی که ما در حالت عادی و با بالا رفتن سنمون و یا اینکه درگیر کردن خودمون با کارهای روزانه داریم، یه جاهای اوورلپ میشه و من اونا رو اینجا براتون در موردش صحبت میکنم. ما تمرین اولی که انجام دادیم تمرین نگاه پانورامایی بود. تمرین دوممون تمرین کاهش صدای ذهنمون بود که گفتیم میتونیم 17 دقیقه به صدای تنفسمون گوش بدیم و ذهن آگاهی کنیم. و تمرین سومی که میخوایم انجام بدیم برای اینه که بتونیم سطح هوشیاریمون رو بالاتر نگه داریم و تعداد پلک هایی که میزنیم رو کمتر کنیم. برای این کار بهتره از پسرعموی دوپامین یعنی آدرنالین استفاده کنیم. توی اپیزود دوپامین در مورد پسرعمو و فک و فامیلش صحبت کردیم. اگر میخواین کار رو انجام بدین که احتیاج دارین هوشیار باشین و یا اینکه سطح توجهتون رو بالا ببرین و متمرکز باشین، مثلا میخواین ترید کنین یا اینکه میخواین یک زبان جدید رو یاد بگیرین یا اینکه روی یک کار جدید که تا حالا انجامش ندادین تمرکز کنین، بهترین کار اینه که قبلش آدرنالین ترشح بشه. برای ترشح آدرنالین بهتره که یک رو ورزش کنین، برقصین و ضربان قلبتون رو یه ذره بالا ببرین تا این آدرنالین ترشح بشه و بعد قدرت یادگیری و تمرکزتون بالا میره. پروفسور هیوبرمن میگه که هر وقت ما میخوایم یه کار جدیدی رو یاد بگیریم توش استاپیم و نمیتونیم انجامش بدیم، برامون سخته. ذهن هی به ما میخواد بگه که این کار رو تو نمیتونی انجام بدی، سخته، نمیتونی یادش بگیری. اما شما باید تو اون لحظه به خودت بگی که من تصمیم دارم که این کار رو انجامش بدم و میرم جلو. ذهن این مقاومتش رو به مرور از بین میبره. ما این رو توی 25 سالگی به پایین نداریم، ولی بعد از 25 سالگی ما باید ذهن رو مجبور کنیم که یاد بگیره، که فعال بمونه، چون اون خودش دلش میخواد تنبل باشه، دلش نمیخواد اتصالات جدیدی رو از 25 سالگی به بعد بسازه و این ما هستیم که باید پویا نگهش داریم و فعال نگهش داریم. پس کارایی رو باید انجام بدیم که این سطح تمرکز و یادگیریمون رو بالاتر نگه داره. نکته مهم اینه که ما بین 25 تا 35 سالگی هنوز متوجه این نیستیم که کیفیت یادگیریمون پایین اومده. بعد از 35 سالگی مواجه میشیم با این که سطح توجهمون کمتره و یا اینکه نمیتونیم چیزی رو یاد بگیریم. خب یکی از دلایلش اینه که مغز اتصالاتش رو دیگه به صورت اتوماتیک نمیسازه و اون فعالیت ذهنی که به صورت اتوماتیک توی مغز ما اتفاق میافتاد دیگه اون شکلی نیست. دومین دلیلش اینه که ما مسئولیت‌های بیشتری رو توی زندگی بعد از 25 سالگی داریم. قطعاً یا بچه داریم یا کارمون یه جوریه که مسئولیت بیشتری داریم یا ازدواج کردیم و توی یه رابطه هستیم که برامون به هر حال تمرکز کردن روی اون رابطه مهمه، یا باید به پدر و مادرمون و اطرافیانمون رسیدگی کنیم. همین باعث میشه یه بخش زیادی از تمرکز ما از بین بره و مثل قبل از 25 سالگی نباشه.
این دومین دلیلیه که ما یادگیریمون سطحش پایین میاد. و سومیش اینه که ما دیگه مثل قبل تلاش نمی کنیم چیزهای جدید رو یاد بگیریم. یعنی وقتی من با دوستای خودم که سنشون بالای 40 ساله صحبت میکنم، دیگه علاقه من به این نیستن که کار جدیدی رو یاد بگیرن. ترجیح میدن کاری رو که توی این 40 سال یاد گرفتن ادامه بدن. اما بهترین کار اینه که شما برای اینکه تمرکزتون رو بالا نگه دارین، بیاین و یک سری کارهای جدید رو، مهارت‌های جدید رو یاد بگیرین. بهتر این مهارت‌ها بدنی باشه، یعنی بدنی و ذهنی با هم میکس شده باشه. یعنی فقط ذهنی نباشه. نرید یه زبان جدید یاد بگیرین چون خیلی یواش یادش میگیرین. اما اگه بیاین موسیقی یاد بگیرین که با دستاتون بخواین کاری رو انجام بدین و با ذهنتون، یا اینکه رقص یاد بگیرین، یا برین یه ورزش جدید، مخصوصا ورزش هایی که با راکت هستن رو یاد بگیرین و توش گیر کنین و مجبور بشین که یادش بگیرین، مغزتون شروع میکنه به پلاستیسیته شدن و راحت تر اون اتصالات ایجاد میشه و شما بعد از یه دوره میبینین که همین که راحت تر میتونین زندگی کنین، سطح توجهتون بالاتره، دارین چیزای جدید یاد میگیرین و حتی اون زبانی رو که قبلش نمیتونستین راحت یاد بگیرین، الان با موسیقی، ورزش، رقص یا هر کار بدنی و ذهنی که انجام دادین سریعتر یاد میگیرین و مغزتون رو برمیگردونین به حالت همون 25 سالگیش. واقعا یکی از دلایلی که ما سطح یادگیری و تمرکزمون پایین میاد اینه که مغزمون رو دیگه باور نداریم و اصلا حوصله اینو نداریم که بعد از 35 سالگی یه کار جدید یاد بگیریم. ترجیح میدیم همون کارا رو تکرار کنیم. اما باید بشکنیم این سد رو و ازش رد شیم تا مغزمون تا آخر عمر یاد بگیره که هی باید چیزای جدید یاد بگیره تا اتصالاتش رو داشته باشه و پویا بمونه. نکته پایانی این که اگر میخوایم تمرکزمون رو بالا ببریم و ذهنمون رو پلاستیسیته نگه داریم، جز تغذیه، خواب مناسب و ورزش، باید این تمرینایی هم که با هم دیگه در موردش صحبت کردیم حتما تکرار کنیم و باور داشته باشیم که اگر تکرارشون کنیم میتونیم سطح تمرکز و یادگیریمون رو بالا نگه داریم. ممنونم که تا اینجا با من بودید. ممنون از پروفسور هیوبرمن که اینقدر علم رو به راحتی در اختیار ما قرار میده. تشکر از این که من رو سابسکرایب میکنین. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودین.